دوستای عزیز، خوش آمدیم با یک دیگر از ویدیوهای من. امروز هم آمدم به یک طبیعت بسیار زیبا و برفی و خواستم بازم یک ویدیو برای شما داشته باشم. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین و تا آخر مرا همراهی کنید. ببینیم به طبیعت زیبا که چقدر زیبا است و این منطقه هست که معمولا مردم برای اسکی می آیند، برای اسکی زدن و واقعا خیلی زیبا است. دوستای گرامی، خوشم آمد. امروز هم چون فصل زمستان است، فصل بارندگی و برفباری دیگه، به این دلیل باز خوشبختانه به موقعیتی هستم که طبیعت از این واقعا دیدنیه. امروز هم با در کناری که روز برفی است، یک آفتاب بسیار خوبم داشتیم که من متاسفانه یک ذره دیرتر آمدم. ببینیم اینجا مردم اسکی میزنن دیگه، خیلی زیباه دوستای گرامی. این سگک و هم صاحبی ها که خیلی مقبوله دوستان گرامی. البته اولین تجربه ما هست به یکی از کشورهای شمال اروپا، قسمی که به ویدیوهای قبلی خودم گفتم برای شما که میبینیم بارندگی برف زیاده به اینجا و اینجا هم که میبینیم جای اسکی از یا هست. امروز یک ذره ناوقت‌تر آمدم. اینجا اسکی میکنن و اسکی هم یکی از ورزش‌های اصیل این کشور است. طبیعت زیبا. اینجا هم یک دریاچگک بود که برای شما نشان میدم. اینجا حالا یخ زده. ببینید دوستان عزیز، و غروب زیبا رو هم ببینیم. خیلی خوشاینده، بین درخت‌ها دیده میشه دوستان عزیز و گرامی. زیبایی طبیعت این کشور ولو که سرده اما نهایت زیباه. اسکی کارا هستن که آمدن و این هم یکی از منطقه‌ای هست که معمولا زیاد میآیند به خاطر ورزش اسکی. و همچنین امروز رخصتی هم نیست، باز هم میبینیم که هستند کسای آمده و از زندگی خو لذت میبرن و خوش میگذرانن. ببینید اینجا دوستای گرامی زیبایی آبشار که این آبی است که معمولا از داخل همین دره ها اینجا میآید و آب برف معمولا. و همچنین این قسمت که گفتم اینجا پله و از این طرف آب میاد این طرف دیگه و سرازیر میشه به اون دریاچه که قبلا گفتم که او هم کاملا یخ زده. یعنی اگر احتمالاً به روی از راه بریم هم فکر کنم امکان قدم زدن باشه، اما به خاطر از اینکه یک ذره خطرناکه ما این کار نمیکنیم.
خود دوستای عزیز، قسمی که گفتم امروز بیرون شدم و من هم بتونم یک چند لحظه خوش دیر کنم. دیگه طرفای شام است و غروب آفتاب هم دیدین دوستای عزیز. خواستم به نوعی هم ورزشی بشه برای من و هم ای که یک ویدیوی پر کنم و به چینل یوتیوب خود بگذارم. هوا هم سرده اما آنقدر امروز سرد نیست دیگه، شکر است برها. دوستای عزیز اینجا ببینیم که معمولا درختای کریسمس سوری هست. برای از این هم مشکل چین سربلندیه برای اسکی کردن. خب این میگفتم که برای روز کریسمس هم یا این کشور یا مردم این کشور از درختای طبیعی استفاده میکنن. همون چراغ کشی و توفه ها خود میگذارن چهار طرف از او از درختای طبیعی. و این منظره هم میبینین که به شبیه به یک درخت کریسمسه، چقدر زیبا. خب جنگلات فراوان داره معمولا کشورهای اروپایی، به او دلیل چوب فراوان و همه چیز زیباه. برای از اینا و آسان میتونن از چوب و از امکانات طبیعت خود استفاده کنن. دیگه حالا من هم قدم زده ادامه میدم دیگه. شکر است همون دستکش خود و شاله گردن و این چیزا رو دارم اما آنقدر سرد نیست. شاید هم سرد باشه من احساس نمیکنم. طبیعت زیبا، قدم زدن یا ورزش کردن واقعا که خیلی لذت بخش و خوش میگذره. دوستای گرامی اینجا هم آمدم با فامیلای خود مردم. اسمی که گفتم دوستای بیننده، اینجا منطقه اسکی است روی برف یا یخ و مردم آمدن و میبینه چقدر خوشایند است. و واقعا ارزش دیدن داره این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو رو ببینیم و خود شما هم با دیدن این ویدیو لذت کافی رو ببرین. بازم آمدم به یک منطقه دیگر از این جا که یک دریاچه بزرگتر دیده میشه که ایران کاملا یخ زده. دوستای عزیز شدت سردی باعث شده که این هم یک دریاچه، البته به تابستان آمده بودم اینجا مردم به خاطر تفریح یا میله می آمدن اما امروز می بینیم که کاملا یخ زده. عزیزهای دل ویدیو امید که مورد پسند شما قرار بگیره و برای من هم یک اوقات خوب بود تا تانستم ورزش یا قدم بزنم و همزمان برای شما این محیط زیبا نشان بدم.
دیگه دوستان عزیز